امید خدای بزرگ. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش اومدید. سلام درود بر شما. به امید خدای بزرگ ما 4مین وبینار از وبینارهای ایرانشناسی آژیار رو با موضوع مطالعات مانوی آغاز میکنیم. در ابتدا از آقای دکتر اسماعیل پور دعوت میکنم که به عنوان دبیر علمی وبینار توضیحاتشون رو بفرمایند و بعدش ما یک کلیپی رو پخش خواهیم کرد و بعد از اون به سخنرانی آقای دکتر اسماعیل پور گوش خواهیم داد. در ساعت 2:40 در خدمت خانم دکتر مریم احمدپور خواهیم بود. ایشون درباره ایزدان و فرشتگان در مانویت چینی صحبت میکنن. در ساعت 15:20 در خدمت آقای علیرضا عربانی خواهیم بود که درباره جایگاه قرارگیری آتش بزرگ در کیهانشناخت مانوی صحبت خواهند کرد. در ساعت 5 بعد از 1 ساعت تنفس در خدمت استادان عزیز آقای دکتر شکری فومشی و آقای دکتر احمد رضا قائم مقامی خواهیم بود. در ساعت 5:40 در خدمت خانم دکتر سمیه خلیلی خواهیم بود که در مورد رنج و رستگاری در مانویت صحبت می‌کنم. در ساعت 18:20 در خدمت آقای دکتر حسین مصطفوی کاشانی خواهیم بود که ایشون درباره بلاغت متون ادبی مانوی صحبت خواهند کرد. و در پایان هم ساعت 19 بنده با موضوع شهرشناسی مانوی در خدمتتون خواهم بود. آقای دکتر بفرمایید تا ما از صحبت‌های شما به عنوان دبیر علمی استفاده کنیم. با درود و سلام حضور مخاطبان ارجمند وبینار مطالعات مانوی. بسیار خرسندم که بعد از مدت‌ها همایشی بدین گونه برگزار میشه به همت و کوشایی مسئولان انجمن زبانهای باستانی آژیار و از همه ارائه دهندگان مقاله و موضوع علمی تشکر میکنم که در این گرد همایی همت گماردند و مقالات علمی خودشون رو عرضه خواهند کرد در این جلسه برجسته. امیدوارم که چنین نشست‌هایی تداوم داشته باشه، چنان که ظاهراً این 4مین هست و به شکل گسترده‌تری در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران خودمون اصلا یک قطب هم ایران شناسی که داره مرکز ایران شناسی یا انجمن ایران شناسی و یک قطب مانی شناسی در دانشگاه و مراکز علمیمون تشکیل بدیم تا بتوانیم متمرکز بشیم، چون الان نیروهای جوان و میان سال ما واقعا حرفهای بسیار برای گفتن دارن و اون زمینه‌ای که ما خود ایرانیان برای فراهم هست حتی در حوزه پژوهش‌های مانوی، برای اینکه ما ایرانی‌ها زبان رو بر بستر ادبیات کلاسیک ادوار گوناگون زبان‌های ایرانی خیلی بهتر و دقیق‌تر شاید لمس بکنیم نسبت به پژوهشگران غربی که واقعا در سال اخیر از سال 1902 که همزمان با کشف متون طرفان هست بسیار زحمت کشیدن، اما در این دهه‌های متمادی جای ایرانیان خب نمیگم خالی بود ولی کم بود و فقط در این 2-3 دهه اخیر هست که مخصوصا در دهه اخیر جوانان ما میتوانند خودشون یک قطب مانیشناسی مخصوصا منابع ایرانی و عربی مانوی که بیشتر در دسترس
ما پژوهشگران ایرانی است کمک بکنیم به جریان جهانی پژوهشی در سطح دنیا. امیدوارم که نتایج خوبی این همایش داشته باشه و انشالله در پایان همایش توصیه هایی برای گسترش این نشست ها دارم که خدمتتون خواهم. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. من جای داره که اول از همه در همین آغاز از آقای دکتر نیما آصفی تشکر بکنم که این فضا رو فراهم کردن تا ما بتونیم یکی از وبینارهای ایرانشناسی آژیا رو اختصاص بدیم به مطالعات مانوی. خب خیلی مسئله ارزشمندیه که ما بتونیم خودمون در کشور خودمون درباره مانی و مانویت صحبت بکنیم، بحث کنیم و گفتگو بکنیم و نظرات جدید ایرانیان و فرزندان ایران رو در این باره بشنویم. و بعد از اون من خیلی از آقای دکتر اسماعیل پور سپاسگزار هستم که پذیرفتن که ما زیر نظر ایشون با نظارت و راهبری ایشون ما کار رو پیش ببریم. آقای دکتر اسماعیل پور نهایت لطف و توجه رو به جوانان همیشه داشتن و دارن و این بار هم لطفشون شامل حال آشیار و ما شد و خیلی از ایشون سپاسگزاریم. در این بین جا داره که من از آقای دکتر شکری فومشی هم سپاسگزاری بکنم که در این راه راهنمایی‌هایی کردن، کمک‌های شایانی به ما کردن و پیشنهادهایی رو دادن که ما سعی کردیم اونها رو اعمال بکنیم تا یک وبینار شایسته و برجسته‌ای رو داشته باشیم. آقای دکتر اسماعیل پور، من از شما درخواست میکنم که شما سخنرانیتون رو آغاز بفرمایید تا این مشکل برطرف بشه و بتونیم کلیپ رو ببینیم. من میکروفونم رو میبندم و اینجا حاضر هستم، هر موردی بود در خدمتتون هستم. بسیار با سپاس و درود مجدد. موضوع سخنم درباره شخصیت سگانه دوشیزه که همون میدن که با نامهای دوشیزه روشنی، دوشیزه نور و 12 دوشیزه تکرار میشه در متون مانوی، اینو به یک بررسی تطبیقی نشستم. البته این پژوهش من کامل نیست، هنوز در حال انجامه و دارم روش کار میکنم، زمان میبره ولی عنوانش مشخصه که حتی تصمیم داشتم که مقاله انگلیسی به نام Triple Character of Maiden in Manichaean Cosmogony A Comparative Analysis، این عنوان مقاله مشخصه و فراورده ها و داده های پژوهش رو آماده کردم، ولی خب در بخش تحلیلی باید کار بشه. موضوع از این قراره که لفظ دوشیزه روشنی در متون حداقل فارسی میانه و پارتی مشخص است، یعنی همون کنیگ روشن، یکی از ایزدبانوان آفرینش سوم که به نام کنیگ روشن یا The Maiden of Light مطرح. اما وقتی که همه متون مانوی یا غالب متون مانوی که از این ایزد آگاهی به دست میدن، ما به یک شخصیت سگانه برمیخوریم. حداقل من برخوردم که چنین است. یکی خود همون کنیگ روشن یا دوشیزه روشنی است که در آفرینش سوم ظاهر میشه در کنار نریس ایزد یا پیامبر سوم و نقشش هم که آشکار در آسمان برهنه میشه در کنار نریس ایزد تا بتواند دیوان را اغوا کند و بدین وسیله انوار بلعیده شده یا محبوس در تن دیوان رو از طریق انزال بر زمین بریزند و آزاد. این کاملا مشخص. اما ما به یه دوشیزه دیگری هم در متون برمیخوریم، به ویژه در
متون بازمانده قبطی برمیخوریم که یا با عنوان میدن میاد خیلی جاها، یعنی فقط با عنوان دوشیزه میاد، و یه جاهایی با عنوان میدن آف لایت، که این میدن آف لایت ما خیلی جا متوجه میشیم همون کنینگ روش نیست، یعنی دقیقاً اون کاراکتر و شخصیت رو نداره، حتی ربطی به اون دوست روشنان هم که از ایزدان مهم آفرینش دوم هست به اون هم ربطی نداره. و سومین تجلی این میدن که اون عمدتاً در متون قبطی میاد، حالا باید جستجو بشه در متون بازمانده ایرانی، حتی میشه متون اویغوری و همه متون رو به نظرم باید لحاظ کرد و پژوهش کرد. اما آنچه که در متون قبطی آمده این دوشیزه به نام میدن آف لایته، ولی وقتی وصفش میکنه و توصیفش میکنه با اون کنینگ روش متفاوت. یه نمونهش اینه که حالا اینا رو به شکل جزئی تر هم بررسی خواهیم که در متون قبطی میاد میدن آف لایت در واقع همان تجلی امهرسپندان است. امهرسپندان که فرزندان مهر هرمزبق هستند یا انسان القدیم. 5 تا فرزند داره که تحت عنوان امهرسپندان، که اینها در قالب در واقع گریوژیوندک هم تجلی پیدا می‌کنند. یعنی در واقع گریوژیوندک تجلی همین امهرسپندان، یعنی همه اون 5 فرزند جمع شدن در گریوژیوندک. در متون قبطی همین که میگه تجلی این امهرسپندان دیگه گریوژیوندک رو نمیاره، خب متون قبطی و لفظ قبطی باید بذاریم که میشه میدن آف لایت یا قبطیش معادل داره. از اینجا ما متوجه میشیم که این دوشیزه نوری که میگه، حالا من اینا رو با اون لفظ دوشیزه نور میگم که با اون دوشیزه روشنی کنینگ روش اینا حت نشه. بنابراین این میدن آف لایت به نظر من همون گریوژیوندگه، یعنی میشه گفت که چون اصطلاح تحت عنوان مؤنث ازش یاد میشه به عنوان خواهر به اصطلاح امهرسپندان یا برایند همه امهرسپندان در قالب یک ایزد مؤنث ظاهر میشه و این متون قبطی صراحتاً به این امر اشراف داره میگه. این دیگه نمیشه گفت که نه ربطی به روشنان فارس دارد نه ربطی به کنینگ روش که الان توضیح دادم. اگر که این گونه تصور بکنیم، انسان القدیم یا همون هرمزبق دختری هم داره که در واقع میدن آف لایت لفظ متون قبطیش هست و گریوژیوندک که فارسی میانه. خب بعد این میدن آف لایت در واقع یه جاهای دیگه هم فقط میدن میاد، به ویژه در متون سوریانی و قبطی که اونجا هم چیز داره، به معنی مریم هست، مری، معادل مریه، خودش معادل میشه مری. خب فرض کنم حالا اینا رو یک کمی مشروط‌تر بررسی بکنیم که بتوانیم این پژوهش رو حالا بعد از چند ماه انشاءالله به پایان ببریم. اگر کمک دوستانی که آشنایی با زبان قبطی دارن، سوریانی کار کردن دارن، به من کمک کنن، میتوانیم مشترکاً این پژوهش رو سر و سامانی برسیم. خب کنینگ روش یا دوشیزه روشنی اسم دیگری هم دارد تحت عنوان سدوس که در متون ایرانی یعنی فارسی میانه و پارتی، بیشتر فارسی میانه من برخوردم، در کنار نریسه ایزد، کنار پیامبر سوم، مثلا
نریس ایزد او را فرا میخواند، که گاهی هم در این متون تحت عنوان 12 دوشیزه، اگر در متونی برخوردید 12 دوشیزه، این همون تجلی کنیگروشنه با عناوین دیگری به کار رفته. خب این فونکسیون و خویشکاریشو گفتن که برهنه میشن در آسمان و وظیفهشون مشخص. متن فارسی میانه 172 چنان آماده شوند شبان به برگان، که البته افتادگی داره متن، از پس دوشیزه، باز همین متن فارسی میانش هم روشنیشو نیومد، کنیگ فقط کنیگ که ما میدونیم که این کنیگ روشنیه، چون اون بخشی که ازش صحبت میشه مربوط به آفرینش سوم. وقت در کنار این ایزد منومه، بهمن بزرگ ذکر میشه که خیلی جمله کوتاه و ناقصی هم داره. منومه یا بهمن و گروش یعنی اعتقاد، و افتادگی داره. دهم زخم نفس، در واقع نفس زنده، اشاره به گریو ژیوندک اینجا، که ببینید اینجا اینجوری گریو ژیوندک کنار بهمن بزرگ. در متون پارتی و فارسی میانه عرض کردم از دوشیزه روشنی خیلی کم سخن رفته، یا متون کمتری باقی مانده در دست ما. شاید متونی هست که باید بیشتر دقیق بشیم. اما در متون قبطی و سریانی اینا بیشتر توضیح داده شده. مثلا در متون سریانی متن مهمی از تئودور برخونی، معروف شده به برکونای، اسکولیون هست المکاتب، که میگه پس از آن مادر زندگی انسان القدیم و روح زنده همون مهریزد ایران است، به درگاه پدر بزرگی استغاثه بردن. پدر بزرگی استغاثه آنها را شنید و با سومین فراخوانی خود پیامبر سوم، یعنی همون نریس ایزد که در متون سریانی به نام پیامبر سوم را فراخواند. او 12 دوشیزه را، این 12 دوشیزه همون دوشیزه روشنی، دقیقاً کنیگ روشنی، که به جامعه هایشان نشانها و دیهیم هایی پیوسته بود فراخواند. بنابراین این کاراکتر اولیه کنیگ روش کاملا مشخصه و همه پژوهشگران و دانشجویان میدونن که این کیه. در متون عربی هم خب به نام الهتون نیرون ازش یاد شده، اینم تکلیفش بعد. اما اون دوشیزه‌ای که اصطلاح به نظر من میشه به عنوان دختر انسان القدیم یا هرمزد در نظر گرفت، اون میبینی کاملا متفاوت. دوشیزه هست، میدن میاد در متون، اما کاملا مشخصه که اون دوشیزه روشنی نیست و او گریو ژیوندک است. دوشیزه گریو ژیوندک تجلی زنانه داره و تجلی 5 فرزنده، یعنی هرمزد که امهرسمندان باشه، میشه گفت دختر است. حالا اگرچه در متون ماندو ازدواج بین ایزدان صراحتاً معلوم نیست، مثل اصولهای زرتشتی که صراحتاً و آشکارا در متون نمیاد که خدایان ازدواج میکنن و فرزند و دختر و پسر دارن، اما عملاً ما میدونیم که هم هرمزد صاحب پسر آتور آذر اهورامزدا و همینطور سپندارمزد که دختره. اینجا در متون ماندو همینطوره. ما اینجا مطمئنیم که این میدانی که آورده ربطی به دوشیزه روشنی نداره. این رو ایرانشناس دیگری هم هیوس در یکی از مقالاتش بهش اشاره کرده، ولی خب تدوینش نکرد. این متنی که میخونم از
زبور مانوی همون متن انگلیسی آلبری، البته که میشه دوستان به متن قبطیش هم مراجعه بکنن یا تحقیقات جدید رو ببینن. This too is the way of the Father who sent his strong son and he produced. این هیش هم بحث داریم. هی در واقع اینجا هرمزبق. He produced from himself his maiden. تکرار میکنم. And he produced from himself his maiden equipped with 5 powers. که مجهز شده به 5 قدرت، یعنی همون 5 فرزندش که امهرسپندان باشن. That she might fight. she اینجا لفظ she میاره که اشاره به هم میدن هست. That she might fight against the 5 abysses of the dark. بر علیه یا علیه 5 مغاک ظلمت میتواند بجنگد، یعنی همین کاراکتر مؤنث میدن میتواند بجنگد. When the watcher حالا با تردید نگهبان when the watcher stood in the boundaries وقتی که در مرزها ایستاد، مرزهای نور، he showed to them his maiden دوشیزه‌اش را به آنها نشان داد. who is his soul که از روح اوست، که در جان اوست، از روح اوست. بنابراین اینجا ما باید تحلیل دیگری داشته باشیم یا یه بازنگری داشته باشیم که این گریوژیوندک چه ویژگی هایی داره. در متن قبطی یعنی مزمور 223 اینا رو چون خودم زبور مانوی رو ترجمه کرده بودم، دقیقا متن 223 میتونیم مراجعه بکنیم. این دیگه به فارسیه. چون این است راه پدر به فرزند برومندش را گسیل داشت. این من پدر بزرگی هرمزبق رو روانه کرد و این او دیگه به هرمزبق یا همون انسان القدیم برمیگرده. من خیلی روی عناوین ایرانی تاکید دارم به این دلیل است که به اصطلاح چون به فارسی میانه که اینا ترجمه می‌شده یا پارتی، دیگه لزومی نمی‌بینیم که حتما اصل سوریانیش رو به کار ببریم. میشه داخل پرانتز به کار ببریم. وقتی در متون سوریانی کار میکنید باید انسان القدیم به کار ببرید یا همون به اصطلاح انشاء ازلی بید. یعنی منظورم این هستش که در ترجمه فارسی به نظرم حتما معادل ایرانیش رو به کار ببرید. هرمزبق رو من ترجیح میدم به انسان القدیم. حالا این دیگه سلیقه‌ای است. و او هرمزبق از خیشتن خیش دوشیزه خود را هستی بخش. معلومه که این دوشیزه اصلا نمیتونه اون دوشیزه آفرینش سوم باشه که در آسمان برهنه میشه. دوشیزه خود را هستی بخش که به 5 نیرو مجهزه، یعنی همون متکی به اون 5 امهرسپند، تا بتواند بر ضد 5 مغاک تاریکی نبرد کند هنگامی که نگهبان در مرزهای اوست. حالا او این ادامهش بود که حالا انگلیسیش هم خوندم. او دوشیزه خود را که از روح اوست، یعنی در واقع میشه دختر هرمز، بدانها نشان داد. آنان در مغاک خیش به جنبش افتادند و خواستند خویشتن را بر او فراز کشند و الاخر. خدمت شما عرض شود که این متن دیگر. اما در مورد خود گریوژیوندک هم که برایند این امهرسپندان است، تحت عنوان living who is the living fire، این از همون متون قبطی هست. his beloved daughter یعنی دختر محبوبش. این دختر محبوبش the beloved of light نیست، این همون گریوژیوندک، همون که گریوژیوندک حالا به اسمش اینجا his beloved daughter، اون
of her father. حالا افتادگی هم داره. who died for her brethren که مرد برای برادرانش. شاید مستحیل شد در برادران که 5 اسفندان فرزندان هرمزد. her brother the living wind. حالا یه اسم باد و آب و خاک و باد و اینا که یکی از فرزندان هرمزد است، این the living wind میاد اینجا، باد زنده. اینجا هم دقت بکنیم که لایت مفرده، یعنی به شکل مفرد به کار رفته. لایت یعنی لایت نیست مثل برادر و جمع باشه. یا در متن دیگری باز به عنوان دختر پدر روشنی ازش یاد شده. in purifying the body of the first man. first man همون انسان قدیم یا هرمزد. O compassion of glory, daughter of the father of the lights. به جای اینکه بگه انسان القدیم میگه father of the lights. all none knows thy honor. make حالا اینکه ادامش مرتبط نیست و بله باز O daughter of for thou has not get weary. باز از daughter صحبت میشه. خب بنابراین این میدن که گاهی با عنوان میدن of light یعنی بانوی نور هست، این دیگه کنیگ روش یا دوشیزه روشنی نیست، اگرچه شباهت لفظی. خب نمونه دیگر هم در مزمور 137 اشاره شده و جالب این که پروفسور ساموئل لیو هم به این اندیشیده توی یکی از کارهاش او هم توجهش رو جلب کرده که این همون در واقع living self است، یعنی گریوژیوندک هست. خب اما گریوژیوندک باز منابع دیگری هم میشه ارائه داد اگر فرصت اجازه بده که تحت عنوان ویرجین، چون متون غربی بیشتر اینو به صورت ویرجین هم میدن ویرجین به کار بردن میشه، تا اونجا هم دنبال کرد. یا در زبور میاد این است به مای عیسی و دوشیزه نور و داور آیین. خب اینجا وقتی باز دقیق میشین، چون در کنار حضرت عیسی یاد میکنه، این دوشیزه نور حضرت مریم. در اینجا منظور از دوشیزه نور احتمال بسیار زیاد، احتمال زیاد، خیلی قطعی هم نمیشه حکم کرد، مریم، یعنی خیلی جا میدن مریم اون جایی که به کانتکست های مسیحی نزدیک میشه که مخصوصا هم کنار نام مسیح هست، اونجا دیگه دوشیزه مسیحه. اینجا نمیتونه دوشیزه همون کنیگ روشن باشه که برهنه میشه در آسمان، اصلا ربطی به اون نداره. جایی دیگه هم پیدا کردم، دوستان میتونن پیگیر بشن. مزمور 251، مزمور 255، زبور صفحه 164 و مزامیر دیگر، مزمور 267، 288 و به اصطلاح جاهای دیگه. یعنی در واقع تکثر اینها باعث شد که آدم متوجه میشه که همه رو نباید کنیگ روشن گرفت یا میدن of لایت گرفت. درسته، حتی با لفظ میدن of لایت نباید اون فونکسیون و شکل پیشکاری رو با کنیگ روشن خلط کرد. نمونه دیگر در مزامیر 151 که اینا باز مربوط به حضرت مریم میشه، میدن اومده ولی این میدن اصلا ربطی به دوشیزه روشنی نداره. 151 مزمور 151 و همینطور در مزامیری از تحت عنوان مزامیر پراکنده که اونجا هم خیلی جا میدن میاد و اشاره به حضرت مریم. خب اما به یکی دو متن سوریانی هم اشاره بکنیم
که متون سریانی بیشتر از دوست روشنان یاد کرد، یا اون بخشایی که مونده بیشتر به دوست روشنان هست، یعنی همون روشنان خوارست، یا لفظ دیگرش فری روشن هست. در متون عربی که حبیب الانوار، معادل همه ایزدان و مادر، کتاب ادبیات مانوی اونجا ارائه دادیم، عربی عرض کنم که ربطی، لاتینی، سریانی، فارسی، اینا همه معادل ها رو میشه اونجا پیدا کرد. خب. اما این جایی که در متن سریانی آمده میگه او گوید پدر بزرگی مادر زندگی را فراخواند. این سریانی خیلی هم شبیه متون فارسی میانه است، از فارسی میانه از سریانی ترجمه شده. مادر زندگی انسان نخستین را فراخواند. انسان نخستین که هم منظور انسان القدیم، 5 فرزندش را فراخواند که چون مردان آماده نبرد بودند. یعنی اینو مذکر، چون فرزندان پسر او هستند. بعد میگه و او گوید آنگاه فرشته‌ای که نخشبت نام داشت با دیهیم پیروزی در دست به دیدار انسان القدیم آمد. خب اینجا با یه الهه‌ای، با یک ایزدی برمیخوریم که نام سریانیش نخشبت هست. نخشبت عین متن سریانی ترجمهش اینه که نور را در پیش انسان القدیم تابانیم. برای اینکه اونجا قعر ظلمت هست، در مغاک تاریکی افتاده انسان القدیم، و این نخشبت که میره با چراغی، با شمعی که صحنه نبرد رو احیانا محتملاً روشن کنه به نظر من. و شهریار تاریکی تا این را بدید واکنش نشان داد و گفت آنچه را که در دست جستجو می کردم در دسترس خویش یافتم. بعد بنابراین این دوست روشنان هم اینو نباید با اون فری روشن هم اشتباه. این دوست روشنان که به اصطلاح همون نخشبت نام سریانیش هست، که این به نظر من روشن کننده صحنه نبرد بین برای نجات هرمزد، نبرد بین مهریزد با دیوان تاریکی هست. باز این متن از تئودور برخونی بود با برکنای که مفسر این آشوریه، مفسر آشوری تبار مدافع کلیسای شرق بوده در قرن 8. این مأخذ متن مهم است. اون تحلیل هایی که ارائه دادن گفتن مأخذ برخونی چیز بوده، رساله دوبن یا دوبن نامک، یکی از آثار مانی نام رساله دوبن. مأخذ برخونی این بود. خب به هر حال این متن خود متن سریانی رو هم شعر بیراسته و منتشر شده، در دسترس است. خب پس دوست روشنان هم تقریبا تکلیفش مشخص، اما نباید با اون میدن های دیگه، با اون کاراکترهای دیگه خلط کرد. اونجای خلط میشه مثلا اشاره میکنه معشوق روشنی، نماد زیبای نور، دوست روشنان هست که مانی اونو معشوق روشنی خطاب کرده که تاج بر سر می‌دارد. این در واقع اصلا ربطی به اون میدن نداره. اینو می‌خواستم بگم که با میدن که چون نامش دوشیزه است نباید با اون خلط کرد. باز متن سریانی دوست روشنان جای مختلف آمده، محبوب روشنان لفظ دیگرش هست. بعد عرض کنم که دوشیزه که به صورت تکی اصطلاح عنوان میشه چند تا خویشکاری داره. ببخشید، همین دوست روشنان که با عنوان محبوب روشنان و خیلی اصطلاحاتی که به کار رفته، چند تا خویشکاری: اعطای دیهیم،
تاج بخشنده است، سرکوب کننده و جنگاورم هست و عرض کنم محتملا مادر رازیگر بزرگ، مادر معمار بزرگ هم هست. خب از این دوست روشنان بگذاریم، چون که متون در این باره زیاده و مزامیر بسیاری، مزمور 375 و مزامیر دیگری در وصفش بود. در مزامیر هراکلس صفت دوشیزه آتش زنده است. دوشیزه آن آتش زنده اوست، بانوی سرزمین تاریکی. باز همه جا از سرزمین تاریکی، بنابراین این دوشیزه اون دوشیزه نیست که در آسمانه، آسمان که تاریکی نیست. اوست بانوی سرزمین تاریکی، یعنی میره به سرزمین تاریکی که در واقع نجات بخش باشه. فراز بر مژده خوشا سرزمین ظلمت را سترون کرده. این یعنی اصلا در مبارزه نقش داره این شخصیت که تحت عنوان دوشیزه میاد یا آتش زنده میاد. همینطور در متن قبطی دیگر آنها که دشمنان را دور کردن، دوشیزه نور که آتش زنده است. باز به همین است. دختر محبوب او، دختر محبوب او صراحتاً داره میگه دختر هرمزد، دختر انسان القدیم. پدرش که برای این پدر دیگه پدر بزرگی نمیشه، پدرش که برای برادرانش جان سپرد. پدرش حالا اصطلاح قربانی شد، مثلا که برادران دختر محبوب او. عرض کنم که به نظر من نویسنده این متن قبطی مثل متن 59 در اینجا هم منظورش از دوشیزه نور در واقع اون دوشیزه روشنی نیست. 100% این درش اطمینان هست و احتمالی است. خب عرض کنم باز در متن 60 قبطی آمده که اینجا آفرینش سوم وصف میشه دیگه. اینجا حاشا میگه سومین تجلی پیامبر سوم، یعنی نریسه ایزن. 12 دوشیزه او. این 12 دوشیزه کنیگ روشنن، یعنی تجلی کنیگ روشنن. در اینجا 12 دوشیزه عین دوشیزه روشنی واقعی و حقیقی است. بنابراین با اصطلاحات متعددی که اینجا برمیخوریم اینا هم باید توجهمون جلب کنه، تحلیل دقیق تری داشتیم. یه جا میدن of light، یه جا معشوق روشنی ها، مثلا the beloved of the light، که این حتما روشنطلوار هسته. نباید این تکسر میدن در ترجمه های لاتین ما رو فریب بده و این رو باید حتما در نظر داشته باشیم. نتیجه بحث من که البته چون به تحلیل نهایی نرسیدم مسلماً نتیجه قطعی نخواهد بود، ولی آنچه که در یک برآیند کلی می شود به 3 میدن قائل شد، یعنی 3 دوشیزه قائل شد با شخصیت های متفاوت و گاهی در همامیخته. واقعا حتی شاید برخی از نویسندگان متون مانوی که مسلماً بیزیدگان یا همون برگزیدگان مانوی آموزگاران بودن، در سطوحی مخصوصاً در اونجایی که ترجمه می شده از سوریانی به فارسی میانه یا زبانهای دیگری مثل قبطی و سوریانی، میشه نتیجه گرفت که گاهی خود نویسندگان هم خلط میکردن این 3 کاراکتر رو. به این دلیل یه پژوهشی است که هنوز بازه و دوستان با همکاری میتوانند همه متون موجود رو که حالا الحمدلله داده های متون مانوی در دسترس همه رو جستجو بکنیم با یک تیم پژوهشی و تا بتونیم که اینا رو تک تک این 3 کاراکتر رو مشخص بکنیم و اون جاهایی که
نویسندگان دچار سهو شدن و این دوشیزه ای را با دوشیزه روشنی اصلی خلق کردن، اینا رو از هم متمایز کنیم. پیروز و سربلند باشید. خیلی آقای دکتر سپاسگزارم ازتون. مثل همیشه اکتشافات جدید شما در مانوی شناسی آدم رو متحیر و مجذوب خودش میکنه. خیلی واقعا بحث جالبی بود. خیلی خوشحال هستم که الان اعلام بکنم که نزدیک به 100 نفر در وبینار امروز شرکت کردن و این واقعا تحسین برانگیزه، به خاطر در واقع حمایت‌های شما شرکت کنندگان و یاران و هموندان عزیز آژیار هست که ما تونستیم تا اینجا پیش بیایم و همچنین فکر کنم به خاطر وجود آقای دکتر اسماعیل پور این افتخار نصیب ما شده.